درود به ملت پریشان و خسته و پراکنده من که در هر گوشه دنیا هستید. از قدیم الایام نقشه کشورهای بزرگ بود که این ملت را پراکنده کرد. زیرا اگر این ملت یک شود حتی به سیاره می براید. پارچه از سخن پیامبرمان که امروز پایه های دینی و دنیوی اکثر است. تاریخ را آموزید تا آینده خود را بسازید. زمان چنگیز با لشکر مور و ملخ خود تا بخارا آمد. در بخارا مقاومت سخت بود، مردم قوی بود. از این سبب داخله اعلان کرد اگر هر کسی خواهد ما او را عفو میکنیم، به مال و چیزی او کاردار نمیشویم، زندگیش را ادامه دهد. اما به سمت ما گردد. قسمی از مردم گمراه بخارا این پیشنهاد را قبول کرد و اولین فرمانی که به آنها داد، آن نفرانی که بر ضد ما هستند آنها را قتل کنید، زنانشان را غلام گیرید و دولتشان را از خود کنید. و این کار چنین شد. ما از داخل مسلمان را کشت. وقتی چنگیز با سر بلندواری شد، همش را جمع کرد، خرسند بودند. گفت سر اینها را از تن جدا کنید. وقتی پرسان شدند که چرا، گفت شما که به برادر خود رحم نکردید، به من رحم ندارید. هوشیار باش، جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی تنهایی، چه کسی میخواد که ما نشویم؟ خانهش ویران باده.